بدون شک که مردم افغانستان شرایط دشوار بحرانی اقتصادی را پشت سر میگذرانند. بنیاد خیری قمر بدین تصمیم شد تا کمپاین نجات از فقر و گرسنگی را برا بیاندازه. ما صندوق ها را در سراسر اروپا انشالله در دسترس بشردوستا و هموطنان عزیز خود قرار میتیم. عزیزایی که دوست دارن در این کار خیر و در این کاری که خالی از اجر پاداش نیست سهم بگیرن، در سراسر اروپا این صندوق ها انشالله در دسترسشان قرار میگیره. شما شماره های تماس مشاهده میکنین و همچنان وبسایت ما در خدمتتان است. تماس بگیرین ولوی که به اندازه کوچکترین عمل در این امر خیر ما سهم شویم، پروردگار جهانیان در حسنات ما حساب خواهد کرد. و نیز این کمپاین در کابل و ولایت دیگه افغانستان به زودی برا میفته. عزیزای ما میتونن تماس بگیرن و صندوق های قمر در دکاکین و فروشگاه ها و همچنان در اون محل که مردم رفت و آمد داره اونجا جای به جای کنه، ولو که 5 افغانی 10 افغانی باشه، قطره قطره دریا میشه و زندگی نابسامان هموطن ما به این سبب سامان خواهد یافت. چشم ما در پای خوبان جهان خواهد بود.